بعضی از بازیگرای ایرانی فقط به دنیای هنر قانع نشدند و در کنار بازیگری وارد مسیر علم و پزشکی هم شدند. شاید تا حالا فکر می‌کردی بازیگری و پزشکی یا مهندسی هیچ ربطی به هم ندارن، اما این آدم‌ها خلافش رو ثابت کردند. در این ویدیو چند تا از چهره‌های خاص رو معرفی می‌کنیم که به این مهم دست پیدا کردند. بهنوش طباطبایی بازیگر سینما و تلویزیون رو همه با بازی‌های دلنشینش توی سریال مسافری از هند، مختارنامه و فیلم‌های مختلف میشناسن. اما شاید ندونی که او علاوه بر بازیگری دکترای روانشناسی بالینی هم گرفته. یعنی نه فقط نقش‌های پیچیده رو عالی اجرا میکنه، بلکه از نظر علمی هم میتونه حسابی تحلیلشون کنه. او حتی یک مدت در دانشگاه پیام نور هم تدریس میکرد و به همین خاطر است که بازیهاش همیشه عمق و احساس خاصی دارن. ایمان اشراقی اولش با بازی توی فیلم متولد ماه مهر و سریال‌های معروفی مثل خط قرمز شناخته شد، اما بعد یه تغییر مسیر بزرگ داد و رفت سراغ پزشکی. اون تونست دکترای تخصصی پیشگیری از بیماری‌های قلبی رو از دانشگاه لندن بگیره و علاوه بر اون یه مدرک تخصصی زیبایی از فرانسه هم داره. حالا نه تنها یه بازیگر حرفه‌ایه، بلکه تو زمینه پزشکی هم حسابی موفق شد. امید روحانی کمتر کسی پیدا میشه هم پزشک باشه، هم نقد فیلم بنویسه، هم بازی کنه، ولی امید روحانی دقیقاً این کار رو کرده. او متخصص بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی تهرانه، اما عشقش به سینما باعث شد که به عنوان منتقد و بازیگر هم شناخته بشه. در بازیگری هم موفق بود و در سریال ساختمان پزشکان، مرد 2000 چهره و دایره زنگی هم ایفای نقش کرد و موفق بود. ندا قاسمی هم که با ایفای نقش شیرین در سریال نونخه حسابی معروف شد، اما کمتر کسی میدونه که اون دکترای شیمی عالی از دانشگاه تهران رو داره. از همون اول هم توی گویندگی و دوبله فعالیت داشت، ولی در کنار اینها درسش رو هم خیلی جدی گرفت و یکی از موفق ترین آدم‌های چند بعدیه که میشه شناخت. مهدی سلطانی هم توی بازیگری استاد حساب میشه، هم توی دانشگاه. اون دکترای تئاترش رو از فرانسه گرفته و حالا خودش توی دانشکده هنرهای نمایشی تدریس میکنه. سلطانی با نقش‌های درام و جدی توی سریال‌هایی مثل پدر و آقازاده بازی درخشانی داشت. او همکنون در تدریس بازیگری فعال است و تجربه‌های ارزشمندی را به شاگردان و علاقمندانش منتقل می‌کند. جمشید مشایخی از اسطوره‌های سینمای ایران قبل از اینکه به بازیگری روی بیاره توی دانشگاه رشته مهندسی برق می‌خوند. البته عشق به هنر باعث شد مسیرش رو عوض کنه و تبدیل بشه به یکی از ماندگارترین چهره‌های سینمای ایران. خیلی‌ها پوریا پورسرخ رو با سریال وفا و کیمیا شناختند، اما شاید ندونی که اون دکترای فیزیولوژی گیاهی هم داره. جالبه بدونی که توی دوران تحصیلش هم جز رتبه‌های برتر دانشگاه بوده و توی زمینه‌های علمی هم کلی موفقیت کسب کرده. می‌بینیم که بعضی از بازیگرای معروف فقط جلوی دوربین زندگی نمی‌کنن، بلکه توی دنیای علم و پزشکی هم درخشیدن. به نظرت این ترکیب علم و هنر چقدر توی موفقیتشون تأثیر داشته؟ توی کامنت ها نظرتون رو بگین و ویدیو بعدی ما رو از دست ندین.